مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت کشتار امسر با بیرحمی مخصوص از جانب شوهر بدرشک خبر داد. گفته می شود در نتیجه گذراندن چوره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 35 ساله ساکن دنغره با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. خود گمان برشونده و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فریضه مقامات صبح 12 ژانویه سال 2024 تخمینا ساعت 08:00 دقیقه مرد ساکن نویه دنغره با سبب‌های رشک اویلوی به خانه همسرش زن 36 ساله ساکن نویه مذکور رفته، دست و پایهایش را بسته با کارد آشخانگی 34 مرتبه با عضوهای مخصوصا مهم بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر این حادثه فاجعه‌ای دسترس نیست. معلوم نیست که آیا چه باعث چنین غایت رشک شوهر نسبت به همسرش شده است. وزارت کارهای داخلی گفت آید بین الدولت تفتیشات ادامه دارد. به ساکن دنغره برای آدمکشی با بیرحمی مخصوص بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان همچون جزا تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند. ولی معمولا دادگاه‌ها در حالت هیجان قرار داشتن افراد متهم به آدمکشی را به حساب گرفته به آنها چیز در بین از 15 تا 25 سال زندان می‌دهند. وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا سوءقصد به کشتار خویشاوندان نزدیک در جریان مناقشه‌های عائلوی خبرهای زیاد به دست می‌رسند. در بیشتر موردها شوهران و اساساً در زمینه رشک قصد جان همسران خود می‌کنند. جامعه شناسان افزایش چنین جنایت‌های سنگین خانوادگی را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط می‌دهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را سبب چنین تمایل در جامعه نام می‌برند.